خب یه سوال خیلی مهم. آیا این کلاس‌ها به درد همه میخوره؟ راستش رو بخواید نه. این کلاس‌ها مشخصاً برای افراد بزرگسال طراحی شده و یه نکته بسیار مهم، سطح شما باید حتماً متوسط به بالا باشه. پس اگه تو سطح مبتدی و مقدماتی هستید، این کلاس براتون مناسب نیست. همینطور اگه هدفتون شرکت تو آزمون‌های آکادمیک مثل آیلتس یا تافل، این دوره نمیتونه نیازتون رو برطرف کنه. این سیستم دقیقاً و اختصاصاً برای کسانی ساخته شده که میخوان زبان عمومیشون رو برای یه ارتباط کلامی قوی تو دنیای واقعی حسابی تقویت کنن. حالا نتیجه این همه تمرکز و تلاش چی میشه؟ وقتی تو این جلسات شرکت میکنید، واقعاً یه تحول اساسی رو میبینید. اول از همه، نظم مطالعاتیتون به طرز عجیبی بالا میره. مهارت شنیداریتون به شدت تقویت میشه و دایره لغات فعال و حتی غیر فعالتون حسابی گسترش پیدا میکنه. دیگه فقط قوانین گرامر رو حفظ نیستید، بلکه کاملا مسلط میشید که چطور تو دنیای واقعی ازشون استفاده کنید. نتیجه نهایی چیه؟ یه مکالمه به شدت روون و البته نزدیک شدن لهجهتون به لهجه بومی یا همون نیتیو. این یعنی همون رویایی که همیشه برای روون حرف زدن داشتید داره قدم به قدم واقعی میشه. بسیار خوب. اگه تا اینجای کار با من همراه بودید و حس می‌کنید این دقیقاً همون حلقه مفقوده شما تو یادگیری زبانه، بیاد ببینیم چطور میتونید کار رو شروع کنید. طبق توصیه‌هایی که شده، یه راه خیلی ساده برای پیدا کردن این برنامه اینه که مستقیم برید تو گوگل و دقیقاً این عبارت رو جستجو کنید: محمد طاهری زبان. حتی میتونید به صورت فینگلیش بنویسید: محمد طاهری زبان. حتما همین عبارت دقیق رو سرچ کنید تا خیلی راحت مسیر ارتقای مهارت‌های مکالمه‌تون رو پیدا کنید. واقعاً ارزش یه بررسی رو داره. علاوه بر جستجو تو گوگل، یه امکان فوق‌العاده دیگه هم براتون فراهمه. رزرو جلسه مشاوره کاملا رایگان. شما میتونید خیلی راحت از طریق پیام مستقیم تو تلگرام یا اینستاگرام این کار رو انجام بدید. کافیه با آیدی free_discussion class پیام بدید. اگر میخواید مستقیم با خود استاد تو تلگرام در ارتباط باشید، میتونید به آیدی mh00017 پیام بفرستید و هر سوالی دارید بپرسید. این یه فرصت عالیه که قبل از گرفتن هر تصمیمی سطح زبانتون سنجیده بشه و بهترین راهنمایی‌ها رو دریافت کنید. و البته اگه از اون دست افرادی هستی که ترجیح میدین تماس بگیرید، شماره تماس مستمیم هم در دسترسه: 037 73 94. میتونید همین الان این شماره رو توی گوشیتون ذخیره کنید. برداشتن همین یه قدم کوچیک میتونه دقیقاً همون نقطه عطفی باشه که شما رو از یه زبان آموز خاموش تبدیل کنه به فردی که با اعتماد به نفس کامل و خیلی راحت ارتباط کلامی برقرار میکنه.